السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حجاج بیت الله، برادران حاجی، الله متعال موفق و معیتان بگرداند. برادران ارجمند، البته امروز ما لحظات آخرین روزی 26 ماه مبارک رمضان رو میگذرانیم و این وقت‌هایی هستند که برای هر یک کس یک قدر و منزلتی داشتن. البته وقت همیشه برای انسان باید قدر و منزلتی داشته باشد، چنانه که امام شافعی رحمه الله میگوید که الوقت کالسیف ان لم تقطعه و یقطعک. وقت مثل یک شمشیر بران است، اگر استفادهش نبریدیش یعنی میبردد، یعنی با تیزیش میبردد. یعنی اگر کسی که این روزها و این ایامش را بگذراند و عمل خیر و نیکی نداشته باشد، البته مایوس می شود و به لغو و به بیکاری گذراندن هر یک دقیقه که برای همه از جانب الله متعال برابر داده شده است. برای هر یک انسان در یک شبانه روز 24 ساعت داده شده است، ولی هر یک شخص انفراداً انا همین وقتش رو، انا همین 24 ساعتش رو هر گونه میگذراند. و این بگیم از همون 24 ساعته، انا همین روزهای 24 ساعته، این 26 روز ماه رمضان است که یک ماه 29 یا 30 روز است در ماه‌های مسلمانی. و این لحظات روز 26 به آخر می رسد که این بگیم روز ششمی دهه آخری این ماه است و در پیش ما آمد و درآمدی با بعد ششتن آفتاب درآمدی شبی 27 ماه رمضان رو داریم که ما بگیم اون شب رو شب قدر می نامیم. البته درست‌تر و صحیح‌تر این است که چنانه که پیامبر صلی الله علیه و سلم ما را به آن امر بنموده است به جستجوی شب قدر در شب‌های توقی دهه آخر ماه رمضان، یعنی در 21 و 23 و 25 و 27. به خاطری که شاید رمضان یا 29 یا 30 باشد، برای همینم 29 نامدگی است و آخرین شب توقی این ماه انا همین شب 27 است. به خاطر علل اقل از دست ندادن آخرین شب قدر که شاید ان همین شب باشد، یعنی آخرین شب توقی دهه آخر که شاید شب قدر در ان همین روز باشد، نه در 23 و 25 پیشینش، شاید در همین روز باشد. به ان همین امید که ما امتان محمد صلی الله علیه و سلم آخرین شب توقی دهه آخر ماه شریف رمضان را از دست ندهیم و از این وقت ما استفاده ببریم. با ان همین امید خواستم برای برادران تذکر و یادرس کنم که ما در همین زمان ها قرار گرفتگیم. البته شما همراه ما در حج بودید. خداوند برای ما مکان‌های داده بود که در آنها عمل خیر کردن و عبادت کردن فضیلت‌های به خود خاصی را داشت که در آن همون مکان‌ها من برای شما معینش می‌کردم و برای شما همیشه تأکید می‌کردم که این مکان‌هایی هستند که در اینجا عمل کردن به 1000 برابر، به 100,000 برابر فضیلت دارد. خداوند امروز ما را بر این زمان رساند که الله متعال بر ما زمان‌های را داده است که به غیر از مکان‌ها
زمان‌های را داده است که در آن زمان‌ها عمل کردن این چنین فضیلت‌ها و اهمیت‌های خاصی را دارد. انا همان زمان‌ها، انا همین شب‌های توقی دهه آخری ماه شریف رمضان هستند که ما در پیش آخرین آن شب‌ها را داریم و با از دست دادن انا همین شب ما زمانی را از دست می‌دهیم که در آن عمل کردن به فضیلت بیشتر و خیرتر از 1000 ماه است که حسابش را هر گونه که بکنند به 83 ماه یا که 83 سال و چند ماه یا که به 84 ماه، با ماه‌های قمری چی با ماه‌های غیر قمری، هر کس همه گونه حساب میکند. ولی باید دانست که در اینجا الله متعال را نباید مخالفت کنیم. یعنی بعضی کسا میگویند که اگر کسی شب قدر را بیستد مثل آن است که گویا 83 سال و چند ماه، مثل نیست. نه برادر، الله متعال واضح و بیان برای ما میگوید که خیر لیلة القدر خیر من 1000 شهر، افضل است و خیرتر است، نه مثل است نه برابر است. برای همینم به اندازه هر یک عبادت ما فضیلت های برای ما دارن و هر یک عمل خیری ما فضیلت خیرتر و افضلتر از 1000 ماه در غیر این است، در غیر این شب است. برای همینم حسابی این نباید حسابی متمتیکی بکنیم و امید داشته باشیم که خیر الله، یعنی خوبتر افضلتری که الله تعالی برای ما بیان کردگی است، این یک خیر عظیم و یک خیر بزرگی است. برای همینم حریص باشیم چگونه که پیامبرمان صلی الله علیه و سلم ما را در جستجوی شب قدر امر بنموده است و حریص باشیم در عمل کردن، عمل نیک کردن، از جمله عملهای نیک عبادت کردن در این شبها باشیم تا اینکه این فضیلت و این خیر این شب را ما به دست بیاریم و با گذشتن این روزها، با گذشتن این ماهها و فردا هم با گذشتن این شب پسان مایوس و غمگین نباشیم که ما چه چیزی را از دست داده ایم. البته از دست دادن وقت، چی رمضان است چی شب قدر است، همه‌اش باید قدر داشته باشند. هر یک لحظه و هر یک دقیقه و هر یک ساعت عمر انسان باید قدر داشته باشد، زیرا که دیگر باز برگشتنی نیستند. ما روزهای را در پیش داریم که آن روزها روزهای نو هستند. دیگر روزهای گذشته برای ما بر نمیگردند و دیگر عمر گذشته بر ما بر نمیگردد. اگر چند در دل خودمان را جوان ببینیم، ولی هر یک آمد و رفتی شب و روز لحظه و ایام از عمر ما را کوتاه میکنند و بالاخره ما به سوی مرگ نزدیکتر میشویم و مرگ تحویل است، یعنی گذاشتن از یک حالت به حالت دیگر است. ما از این دنیا به پیش پروردگارمون میرویم تا آنکه حساب و کتابی که آن چیزی که در این دنیا کردگیم در پیش ترازو بمانیم و وزن عملهای نیکمون را خداوند برای ما سنجش و معیار میکند و از این موردها، از این شبها باید استفاده بریم تا سبب وزنی عمل نیک ما در ترازوی حساب در روزی که از اینجا با آنجا میگذاریم برای ما و بر نفع ما باشند این عمل های نیکمان. البته برای بسیاری برادران
گذشتن ماه رمضان، این ماه یعنی یک ماه شاید مشکلتر و دارای مشقت های بود، از جمله یعنی پهن شدن این وبای همگیر که از جمله تأثیرش را برای هر یک شخص روزدار که در حالت روزداریش ایمونیتیتش چیز شد، بدنش ضعیف شد، ارگانیسمش ضعیف شد و دارای و از این ویروس بگیم از ضعف ارگانیسم های روزداران استفاده بود و روزداران را کسل کرد و بعضی روزداران روزه هاشون نخوردن. البته هیچ جای تأسف هم نیست، زیرا که الله متعال برای شخص مریض و برای شخص مسافر واضح و بیان در کلام مقدس بر ما امر برخوردن روزه کردگی است. البته و گذاشتن آن روزی روزداری را بر دیگر روز. البته کسی که اگر سخن خداوند را قدر کرده باشد و روزش را خورده باشد، البته اینجا اطاعت الله متعال کردگی است در حالت کسلیش و بر دیگر روز روزش را گذاشته باشد، اینجا بگیم ادای فرمان خداوند کردگی است. نه اما کسی که اگر علامت های کسلی بر او عیان شدند و بر بالای این هم باز بر خود مشقت را زیاده کرد و روزه گرفت، البته اون روزدار نبود و باید اون نیز این روز روزداریش را باید از سر روزه بگیرد، زیرا در حالت کسلی و در سفر بودن اختیاری نیست روزه داشتن، بلکه روزه خوردن و روزت را به روز دیگر گذاشتن امر است از جانب الله متعال. به هر حال ما مایوس نشویم که این روزها را از دست دادیم و با وجود آن که بیمار شدیم و بعضی من روزهامان را خوردیم الحمدلله، و کسایی که بیمار نشدن خداوند هیچ وقت این کسلی را نصیب آنها نگرداند و روزشان تونستن گرفتند و امروز آخرین بگیم روز 26مش رو تمام میکنند و شاید بعضی جاها تمام هم کردند الحمدلله. و خدا را شکر که چی مریض و چی غیر مریض، چی کسی بیمار و کسل بود، چی کسی کسل بیمار نبودن، این روزه را در زیر اطاعت اوامر الله متعال و در پیروی از حدیث های پیامبر صلی الله علیه و سلم گذرانده باشند و از الله متعال طلب بکنیم که در این وقت استجاب دعا، در این درآمد شب قدر و در این وقت روزه شدن روز 26 ماه رمضان الله متعال ما را از جمله بندگان بگرداند که با ایمان ثابت و با ایمان کامل رمضانمان را داشته باشیم و شب قدر را نیز شب زنده داری کنیم در عمل نیک کردن و در عبادت کردن و از جمله کسانی باشیم که خداوند وصف کرد با ایمانداریشان را، آنها را گفت که و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، و از شما البته از کسانی که برتری و بالایی دارید از آن جمله اید اگر شما ایمان داشته باشید. پروردگارا ما را از این دنیا با ایمان کامل با ذره هم باشد با ایمان خالص از این دنیا با اون دنیا ببردمان. آمین یا رب العالمین.